جذاب‌ترین پسر گلستان آشنا کنیم. آقا سلام علیکم. چرا به شما میگن جذاب‌ترین پسر گلستان؟ خاطر اینکه قاشق به تنم میچسبه. یاسین ساکن شهر گرگان و 11 سال داره. بدن یاسین خاصیت آهنربایی داره که تقریبا تا 1 ماه پیش یاسین و خانواده‌اش از این موضوع بی اطلاع بودن. تو اینترنت اخبار نگاه میکردیم نوشته بود جذابترین پسر ایرانی 3 تا قاشق به خودش چسبونده بود. من رفتم قاشقا رو بگیرم، بعد دعوا کردن گفتن قاشقا کثیف میشه نرو. رفتم تو اتاق، بعد قاشق چسبوندم آمدم. اینا فکر کردن من کثیفم، بدنم اینجوری. رفت هموم، انقدرم اتفاقا خودش رو لیف و کیسه کرده بود، تمام صورتش و بدنش زخم شده بود. از همون برگشت دیدیم انگار بیشتر شد. قاشق دیگه نزدیک میبری خودش خود به خود داره جذب میشه. چند تا قاشق میتونی به بدنت بچسبونی؟ 48 تا. این توانمندی و این قدرت قابلیت اون رو داره که در سطح جهانی و در سطح رکوردهای گینس مطرح بشه با توجه به فیزیک بدن ایشون که کوچیکه و تازه تو این راه قدم برداشته، ولی ما رکورد 40 تا و نزدیک 50 تا قاشق رو بدنشون دیدیم. ثبت شده رکورد گینس 53 قاشق به روی بدن یک مرد تاجیکه. چه شرایطی باید بدنت داشته باشه؟ باید تمرکز کنم، نفسم رو حبس کنم تو سینه. حتی اشیایی به سنگینی اتو رو هم میتونه به بدنش جذب کنه. ساعتش یه ساعت خاصیه، مثلا صبح زود این انرژی خیلی زیاده، آخر شب یعنی موقعی که میخواد بخوابه این انرژی فوق‌العاده زیاد میشه، در حدی که با پرتاب یه قاشق و چنگال میمونه رو بدنش میچسبه. یاسین از زمانی که با خاصیت آهنربایی بدنش آشنا شده تونسته این نیرو رو در بدنش تقویت کنه. تمرین میکنی خیلی قدرتش زیاد میشه. مثلا من امروز تمرین میکردم، مثلا نمیدونستم این همه جا میچسبید، پیشانی میچسبید، اینجا دماغم همه جا میچسبید. تمام بدنت خاصیت آهنربایی پیدا کرده؟ فقط پاهم نمیچسبه، کل بدنم میچسبه، مثلا از شکم به بالا، دستام، صورتم. تا به حال بر روی چرایی و علت این خاصیت در بدن یاسین تحقیق نشده. تا حال به پزشک مراجعه کردی برای علت این قضیه؟ نه. بعضی موقع که میچسبوندم به خودم قفسه سینم درد میگرفت، پشت کمرم میچسبوندم کمرم درد میگرفت سری. چجوری میشد بدنت؟ مثلا یه جور جمع میشد، خوش میکشید داخل، قولنجم یه جوری میشد جمع میشدن، همه درد میگرفت کمرم. آبشار